سرخط خبرهای مهم: نجات 65 مهاجر تاجیک از سردی در راهی قزاقستان. نگرانی از ازدواج دختران نابالغ در تاجیکستان و مجروح شدن 3 تاجیک در صدمه نیژنی نوگراد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 ینور. کارمندان پلیس در ولایت اوقموله شمال قزاقستان 65 شهروند تاجیکستان از جمله کودک 10 ساله و 14 زن را که اتوبوسشان در نیمه راه ویران شده بود از سردی نجات دادند. حادثه شب 13 و 14 ینور سال روان رخ داد. تلگرام کانال پلیس قزاقستان پلیسیا کایزت خبر داده است که مهاجران را در حالی از نیمه راه بیرون آوردند که هوا شبانه در این منطقه تا 26 درجه سرد شده، حرکت نقلیات با دلیل سردی رسما منع شده بود. با اطلاع رسمی شب 14 ینور در راه استان پتروپاولوسک یک اتوبوس مسافرکش که از شهر سورگوت روسیه به تاجیکستان رسیدار بود ویران می شود. کارمندان پلیس همراه رانندگان نقصان اتوبوس را درست کردند و اتوبوس را با جمعی مسافرانش به نزدیکترین نقطه گرم در شهر اوخکول بردند. شهروندان خارجی تا زمانی رسما باز شدن راه و آغاز دیگر برای روی واسطه و نقلیات در همین جا خواهند ماند گفته شده است در خبرنامه رسمی. این یگانه موردی در سردی در ماندن مسافران در راه نبوده. مقامات قزاقستان قبلا هم از نجاتی مهاجران کوریه که از روسیه برمیگشتند خبر داده بود. مهاجران میگویند از سبب گران بودن نرخ چیپتای هواپیما مجبورند با نقلیات زمینی به وطن برگردند. جامعه تاجیکان نیژنی نوگراد اطلاع رسانه‌های روسیه را درباره زخمیان صدمه شام 12 ینور ناصحیح نامید. مسئولان سازمان گفتند که در این تصادف نه فقط شهروندان تاجیکستان بلکه ازبکستان و روسیه نیز آسیب دیدند. خبرگزاری دولتی تاس از قول نمایندگان وزارت تندرستی نیژنی نوگراد نوشت که در صدمه 2 کس جان باخته، 9 نفر مجروح شدند. ظفر مومینوف رئیس جمعیت تاجیکان امید در نیژنی نوگراد روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت در میان مجروحان 3 شهروند تاجیکستان و 6 شهروند ازبکستان هستند. پیشتر رسانه‌های روسیه با تکیه به مقامات محلی همه مجروحان را شهروندان تاجیکستان گفته بودند. با اطلاع مومینوف آنها کارمندان شرکت ساختمان کرکس منالیت هستند. در صحبت به ما گفتند که شام 12 ینور هنگام به هم برخوردن اتوبوس کاری آنها و ماشین باربری پز راننده شهروند روسیه در جای حادثه به هلاکت رسید. نفر دومی هلاک شده هم راننده ماشین باربر بوده است گفت او. مومینوف گفت با آسیب دیده ها که در بیمارخانه های مرکزی ناحیه اکسوفسکی و هم بیمارخانه ولایت نیژنی نوگراد به نام سیماشکا بستری شدند صحبت کرد. مقامات در ولایت نیژنی نوگراد روسیه به رسانه‌های محلی گفتند صدمه را تحقیق میکنند. روز 13 ینور وزارت تندرستی این ولایت گفت 4 نفر آسیب دیده در بیمارخانه میمانند و دیگران را بعد رساندن یاری طبی برای ادامه معالجه به خانه جواب دادند. مقامات تاجیک خبر دادند که تنها در سال 2022 در تاجیکستان بیشتر از 4000 نابالغ با رضایت دادگاه‌ها ازدواج کردند. هرچند در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازه داده می شود، ولی در حالتهای استثنایی نابالغان می توانند با اجازه دادگاه از 17 سالگی اولادار شوند. ازدواج برمحل چی پیامد دارد؟ سربناز روح الله گزارش می دهد. دلربا 7 سال پیش در 16 سالگی با جوانی چند سال بزرگتر از خود ازدواج کرد. از بس که زندگی نه با پدراندر و نه در خانه تقایش آسان نبود، او فکر کرد که با ازدواج از این مشکلی رها می شود، اما ازدواجی برمحل دیر دوام نکرد. 2017 تا 2019 را زندگی کردم. شوهرم عذاب انداد. مثال ها خطی فرزندم در بدرم. هم میخواهم که همین مادر را خواهش میکنم که هرگز فرزند خود را از تنه خود جدا نکنیم که در سر فرزند هر چی می آید، برای که اگر مادر از تنه فرزند جدا شود، وقتی که مادر فکر فرزند نکرد، فکر او را هیچ کس نمیکنه به فکر من. دلربا تا صنف 7 در مکتب اینترنت تحصیل کرده است. همسنفانش صنف 11 بودند که دلربا پسر به دنیا آورد. از آن افسوس میخورد که نتوانست مکتب را ختم کند و صاحب هنری شود. ممکن اما مرا از اینترنت مادرم نمیگرفت. ممکن من مثال از کارگر دولت شده بودم. جای خودم میتونستم خوانده پوشانده همه چی من میتونستم. احاز که خواندگی نیستم عذاب میکشم.
در توجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، اما در حالت‌های استثنایی با اجازه دادگاه در 17 سالگی ممکن است. بنا به آمار رسمی، تنها در سال 2022 در تاجیکستان بیش از 4000 نابالغ با رضایت دادگاه‌ها ازدواج کردند. آمار را وکالتدار حقوق انسان نشر کرده است. خیلی زیاده است و این گفتیم که همیشه من همین سازمان‌های بین‌المللی، تشکیلات‌های غیر دولتی، خودی موقع وکالتدار روید به حقوق انسان همین است که ما باید که همین معیار را کم نکنیم، باید که از همین 18 باشد، باید که مرحله به مرحله به همین به همین تغییرات‌های قانونگذاری وارد کرده شود که همین گونه کم کردن باید که از قانونگذاری برآورده شود. حامیان حقوق ازدواج‌های برمحل را نقض حقوق دختران نورس ارزیابی کرده میگویند آنها از تحصیل و فعالیت و رشد در کنار میمانند. زن اومد دخترک قریب 17 ساله بود. ما زن رو فهموندم، گفتم که اپا همین دخترک رو شوهر میتی کودک است، بعد 1 سال در سر شما میشود. من فهموندم این سالی به بلاغت رسید، با دخترتون دوگانه شوید، صحبت ها گذارید، روزی نشدن و دخترک رو به شوهر دادم. بعد از 1 سال 6 ماه همون زن با همون دختر با همون نیورش باز نزد من اومد، گفت که اپا همین درست گفته بودی، من از دخترم جدا شد، با 1 فرزند الکه که دخترک اویلش ویران شد. در تاجیکستان سال 2010 سن ازدواج 1 سال بالا برده شد و جوانان از 18 سالگی حق برپا کردن اویله را به دست آوردند. ولی با این وجود در برخی از منطقه‌های تاجیکستان تلاش می‌کنند که دختر نورس را هر چه زودتر به قبل والدین و خانه بخت گسیل کنند. و خانه‌ای که دختران نورس از آن اکثرا بدبخت برمیگردند. بیننده‌های عزیز، شما درباره ازدواج برمحل چی نظر دارید؟ زیر این برنامه برایمان نویسید. تاجیکستان اعلام کرد که تایوان را همچون جزء جداناپذیر چین اعتراف می‌کند و مخالف همه گونه دخالت به امور داخلی این کشور است. تایوان همیشه خود را مستقل و جدا از چین می‌داند. امریکا از آن پشتیبانی می‌کند. اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 14 ژانویه امسال نشر شد و آن 1 روز بعد از انتخابات پرزیدنتی در تایوان که در آن لای تسینده نامزد حزب دموکرات رشد و جانبداری مستقلی تایوان برنده گردید. چین بارها لای تسینده را جدایی طلبی خطربار نامیده دعوت‌های او را برای مذاکرات رد کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اعلامیه‌اش روز یکشنبه انتخابات آخر را در تایوان به اصطلاح برگزار شده و چین را کشور دوست توصیف کرد. مقامات تاجیکستان در ماه آگوست سال 2022 نیز اظهاراتی به این مانند داده بودند، زمانی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان رفت و سفر این مقام آمریکایی خشم چین را به بار آورد. تاجیکستان یک کشور وابسته سرمایه‌های چین است. از 13.6 میلیارد دلار قرض بیرونی جمهوری که تا ایول سال 2023 حسابیده شده است، بخش اساسی آن به پکین مربوط است. به این دلیل به گفته کارشناسان دوشنبه همیشه از موقع چین پشتیبانی می‌کند. وزارت کارهای داخلی از آشکار شدن حالت کشتار همسر با بیرحمی محسوس از جانب شوهر خبر داده است. بر نوشته سامانه وزارت، در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی مرد 35 ساله ساکن ناحیه دنغره با گمان صادر نمودن جنایت دستگیر شده است. گفته می شود او 12 ژانویه سال روان تخمینا ساعت 8 صبح به خانه همسرش ساکن همین ناحیه رفته دست و پایش را بسته با کارد 34 مرتبه به عضوهای مهمی بدن زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نظر نفر گمانبر دسترس نیست. در گزارش وزارت کارهای داخلی سبب فاجعه رشک و شبهه شوهر به همسرش گفته شده است. نسبت به شخص متهم پرونده جنایتی باز شده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان چندین حادثه کشتار زنان با دست شوهران رسانه‌ای شده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 15 январи соли 1941 дар фарози руди ғунд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нирӯгоҳи барқи обӣ хоруғ ба истифода дода шуд. таърихнигорон мегӯянд соли 1949 аз барқи истеҳсолшавандаи ин нирӯгоҳ беш аз 10,000 аҳолии маҳаллӣ ва калхозу корхонаҳо истифода мекарданд ва тадриҷан ҳаҷми истеҳсоли барқ зиёд шуд. солҳои баъдӣ дар бадахшон инчунин нирӯгоҳҳои хурду миёнаи дигар ба мисли помир як ба истифода дода шуданд.
15 январи соли 2016 дар авҷи муборизаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ бо гурӯҳи ба ном Давлати Исломии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфт, исми як шохаи ин ташкилот бо номи Вилояти Хуросонро ба феҳристи созмонҳои террористӣ шомил мекунад. Ин ташкилот баъди саркуби Давлати Исломӣ дар Ховари Миёна тағйири макон кард ва гоҳо бо амалиёти интиҳориаш дар хоки Афғонистон ва Эрон аз худ дарак додааст. таҳлилгарон мегӯянд эҳтимолан дар ҳайати он ҷангиёни зодаи Осиёи Марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳам кам нестанд. аз моҳи январи соли 2017 Тоҷикистон ба низоми нави нафақа гузашт. мақомот гуфтанд нафақа танҳо тибқи қонун дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ таъин мегардад, яъне ҳаққи бознишастагии сокинон тибқи маблағи аз маошандухта дар давоми фаъолияташон пардохт мешавад. бо вуҷуди қонуни нав, нокифоягии нафақаи моҳона аз мавзӯи мавриди интиқоди қишри пиронсолу осебпазири Тоҷикистон боқӣ мемонад. бонки миллии арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. хабару гузоришҳои бештару давоми рӯз дар саҳифа ва сомонаи радиои Озодӣ пайдо намоед. то барномаи баъди, худо нигаҳбонатон.